اوه سردار، خوابتون برد. خفه نشوید، ناراحت میکنم. خیزف شب. خوابم برده است. زنی تو رو در خواب دیدم برادر. من آن زن رو یافته خودم رو باید سفید کنم شوکت. گبزن؟ با کی؟ با اون زن؟ من آن زن رو از کجا میابم شوکت؟ گفت اون میخورین. نگفت که در کجا شوکت؟ در جایی که با اون نکاح کردی. گوش کن شوکت، در عین حال با سری تو خون نرفته ایستاده است. از خواب خستی. میفهمم اگر این خیل دوام دهی آن خونه که در رگ‌هایت میگردن جای جریانش رو نمیابه. با خدا حالت رو در اینجا بد میکنم. نباشد من خاموشی سما. هرچی بگویی بگو اما گپ نزنه. مهلش مفرگیر. خیر من رو از این خانه راندی یا نراندی؟ شوکت تو چی مقصد داری؟ ها؟ چی مقصد داری عجبا؟ اگر رانده نشده باشه مشکلی نیست. اگر رانده شده باشه پس در یگانج خانه یافتنمون در کار است. گوسفند در فکر جان و قصاب در فکر گوشت. شوکت، از خانه رانده شدن و نشدن امان مهم نیست. من باید بیگناهیم را اثبات کنم. من تا بیگناهیم را اثبات نکنم قدمم را به اینجا نمیگذارم. لباسایم را عوض کرده از اینجا میرویم. یا توبه، رانده شده میگوید به من. نه جای خوب و راحت و گرم را یافته بودم. از برای همین میگویم آخر.